دوستان عزیز در گوشتین‌های نوروزی وقتی که نام سیدجلال سیدوف نام میگیرد واقعا مخلصان با قرصک و آواز استقبال میگیرند. باید قید کنیم که سالیان زیاد است که سیدجلال سیدوف در گوشتین‌های نوروزی با نام هنرنمایی زیبایش باز همین معرکه را حسن دیگر میبخشد و امروز در گوشتین چیلچه آمده است تا هنرنمای خود را نشان دهد. خب سیدجلال، ما پیش از محاربه با شما یک سوال داریم. امروز شما با داوی کدام پهلوان اومدید؟ البته اولا تمام مردم شهر تشنا برای این نوروزی بین المللی تبریک میگم و چیکاری که شما میبینید هر روز پای در پای گوشتگاه نوروزی گوشتگاه ملی برپا میگرد که با مردم ما خیلی پسند است. مردم زیاد جمع اومدن و البته حال نشد که برای یکم نفر برای دعوتش به میدان روم. البته میدان دیگر از دلیل است ما برای گوش میگیم کسی که خواهی دارد برآمده شیران گوش میگیم. اگر مخفی نباشد اصول دوست داشته شما کدام است که بیشتر از همون کار میگیرد حریفان رو مغلوب میکنید؟ اصول دوست داشته ما همون مردم که بسیار دوستش میدارن پسند دارن حالا که اسکندری میگن البته که همون از پتخات به زبان روسی میباشد بسیارتر در میدان گوش ملی امروز استفاده میبریم. بهترین. خوب یک چیز دیگر رو بیاد قید کنید. همین امروز همون شاه جایزه و همون تحفه‌های ارزشمندی که برای پهلوانان میگذارند به شما یگان تاثیر میرسوند بر روحیه ورزشکار؟ البته چخیلی که در این چخیلی در این خیلی هوا در این خیلی جو نکم میشد از یک ساعت گوشتینگیر میگیری البته الان صاحب معرکه یا گوشتینگی هر یک ورزشگر قدردانی کرده با قدر همون ورزشگر میزد. برای همین هر یک ورزشگر رویای بلند برای خودش میبخشد که من به مدت تمرین نمیکنم و مهنت خود زیاد میکنه و کوشش میکنه که باز مخصوص خصوصا نماید. عمل باشد. دوستان عزیز، ما با سیدجلال در این مسابقه برای رو کامیابی تمنا میکنیم و همه یک جای انتظار میشویم که اولین رقیب سیدجلال در این مسابقه کی است. همین طریق رقیب همیشگی سیدجلال سیدوف پهلوان ناحیه ونج فریاد شیخوف برای نیروسنجی اندر میدان شد. بعد معرفی پهلوانان هر دو روی گلیم برآمدند. چون گفتیم این دو پهلوان یکدیگر را خوب میشناسند و از روش گوشتینگیری هم باخبرند. از این رو بر یکدیگر غالب آمدن چندان آسان نخواهد بود. بالاخره بعد میدانداری زیاد بین این دو پهلوان غالب معین نگردید و نبرد آنها مساوی خاتمه یافت.